الله تعالی برای جهاد این قانون را ذکر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنان، هرگاه شما ملاقات کردید با کفار روبرو، زحف یعنی مقابل، روبرو، فلا تولوهم الادبار، به اونها پشت ندهید، یعنی فرار نکنید. ببینید، پشت دادن و گریختن و فرار کردن از جنگ، کم آوردن یکی از بزرگترین گناهان است. در حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتند: یا رسول الله، اکبر کبایر کدام هستند؟ بزرگترین گناهان کدام ها هستند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی گناهان را برشمردند، یکی شرک بود، فرمودند شرک هست و قتل نفس هست. یکی از اونها فرموده التولی یوم الزحف، یعنی روز مبارزه با دشمن آدم پا به فرار بگذارد، از خود ترس نشان بده. چون این پا به فرار گذاشتن و ترس نشان دادن باعث تضعیف روحی دیگران میشه. نترسه، جلو بره، کشته بشه، شهید میشه، مستقیم به بهشت میره. لذا یک مسلمان که ایمان دارد، خب فرق مسلمان با کافر اینه که این ایمان دارد که اگر بمیرم زندگی بهتری دارم. خب چرا بترسد؟ پس یه مسلمان که ایمان دارد نباید عقب نشینی بکند. حالا این مسئله فقط در میدان جنگ نیست، در هر میدان مبارزه ای هست. در مبارزه های مدنی، در مبارزه های فرهنگی، در مبارزه های سیاسی، کسانی که برای احقاق حق تلاش می کنند، ضمن اینکه باید تدبیر و حکمت رعایت بشه، عقب نشینی کردن گناه هست. گناه. انسان وقتی که ادعا دارد که این مسیر من مسیر حق است، این مسیر من مسیر درستی هست، نباید عقب نشینی بکند. اگر عقب نشینی بکند این ضعف هست، معلوم میشه که اون مسیر، اون راهی که داشتی درست نبود. مگر چیکار میکنند دشمنان؟ فوقش میکشند، شهید میشه انسان، یا بالاخره به زندان میاندازند، اسیر میکنند، شب و روز برای انسان حسنات نوشته میشه. بنابراین من میخوام از این آیه استدلال بگیرم. کسانی، علمایی که شما طلاب که آیندگان جامعه هستید، رهبران جامعه هستید و انتظار مردم از شما این است که از حقوق اونها، از حقوق دینی، از حقوق اجتماعی دفاع بکنید. لذا وقتی که خداوند شما را در رأس قرار داد، شما از حق یک قدم عقب نشینی نکنید. چرا؟ تاکتیک چیزی دیگه است. در همین آیه آمده که کسانی که پشت بدهند به دو صورت درسته. گاهی انسان یک عقب نشینی تاکتیکی میکنه، این عقب نشینی برایش درسته. چطور عقب نشینی میکنه؟ مثلا میره جلو، دشمن نزدیک دشمن، حالا میخواد دشمن را به طلب اندازه، عقب نشینی میکنه، دشمن میاد جلو، آخر با برنامه‌ای که از قبل ریخته محاصره میکنه، دشمن را تارمار میکنه. این عقب نشینی چی است؟ تاکتیکی هست. یک عقب نشینی دیگری که همین آیه میگه جایز هست، اینه که یک کسی بالاخره احساساتی شده، خیلی پیش رفته، بقیه مجاهدین در میدان عقب ماندند، این نگاه میکنه تا خیلی مجاهدین عقب است، اونا کم کم میاند، اینطور من دارم ضایع میشم، تلف میشم، از بین میروم. چیکار میکنه؟ کم کم عقب نشینی میکنه تا با این صف اول مجاهدین همراه بشه. این هم اشکالی ندارد. لذا الله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. ای مؤمنان، هرگاه شما مواجه شدید، ملاقات کردید کسانی را که کفر کردند، زحفا، رو به رو، رو در رو، فلا تولوهم الادبار، به آنها پشت ندهید. و من یولهم،
و من یولهم یومئذ دبره، هر کسی برگرداند به سمت اونها در اون روز پشتش را، یعنی به دشمن پشت نشان بدهد، منظور فرار بکند. البته دو صورت استثناء است، الا متحرفا لقتال، مگر به خاطر حرفه جنگی، منظور همون تاکتیک جنگی، تاکتیک جنگی باشه، او متحیزا الی فئه، یا میخواد جمع بشه به یک گروهی که پشت سر مونده، با اونها یک جا بشه. خب این دوتا استثناء است. غیر از این دوتا اگر کسی از ترس عقب نشینی بکند، فقد باء بغضب من الله، همانا این انسان رجوع کرد به خشمی از جانب الله، و مأواه جهنم، و جایگاه این انسان جهنم هست، و بئس المصیر، بسیار مرجع بدی هست. ببین واقعا این کلمات تند برای یه مجاهد گفته میشه، یه مجاهدی که سبب شکست میشه. چطور سبب شکست میشه؟ پا به فرار میگذاره، بقیه هم چی میکنند؟ میترسند. الله تعالی این قانون جهاد را بیان فرمود، ما یحییکم، حیات ما مسلمانان در جهاد است، عزت ما مسلمانان در جهاد است، شکوه و عظمت ما هم در جهاد است. وقتی که مجاهدان که خداوند حفظشون بکنه و پیروزشون بکنه در میدانهای مختلف، اونها جهاد میکنن، تمام ابرقدرت‌های شرق و غرب از نام مسلمان و مجاهد میترسه. لذا در کشورهای خودشون حتی به مسلمانانی که در اقلیت هستن کمتر ظلم میکنند، میترسند. زمانی بود که عرض کردم در همین کشور همجوار ما افغانستان، امریکا حاکم بود و مجاهدین تو کوها بودند، ولی خیلی به مردم خدمت میکرد. یک عالمی، خدا رحمتش کنه، الان شهید شده خودش، یه عالمی اینجا سفری آمده بود، گفت فقط در ولایت ما 50 تا مسجد درست کردند. کی درست کرده؟ دولت دست نشانده امریکا. اینا اعتقاد به مسجد داشتن. گفتیم که این به برکت همون جهاد، از اونها میترسم، میخوام بگم ما با اسلام هیچ مشکلی نداریم. لذا مجاهد تا زمانی که باشه، بقیه یک مشت جهاد میکنه، یک گروه، بقیه در امنیت و آسایش. لذا خدا میفرماید که وقتی که شما را به سوی اون چیزی که حیات شماست، لما یحییکم، گرچه بعضی تفسیر کردن قرآن، بیشتر تفسیر کردن جهاد، چون اگر قرآن باشد در قرآن هم دستور جهاد است. وقتی که شما را میخوانند به سوی آن، شما اجابت کنید، شما جا خالی ندهید، شما ترسو نباشید، نترسید. و این را هم بدانید، واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خداوند عزوجل حائل است بین هر انسان و قلبش، یعنی دل انسان در اختیار الله هست، قلب بین اصبعی رحمان هست، بین دو انگشت رحمان هست، یعنی دل در اختیار شما نیست. وقتی که یک انگیزه پیدا میشه، انگیزه جهاد، فوراً برو، امروز و فردا نکن. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه که انشاءالله در سوره توبه بحثش می آید، عرض کنم که ایشون میگه من هی امروز و فردا می کردم که برم، آخر نتونستم برم. لذا گاهی خدای تعالی یک داعیه‌ای در دل شما پیدا میکنه، یک انگیزه‌ای، این از طرف خدا هست، فوراً عمل کن. مثلا در دلت می آید که من یه ختم بگیرم، شروع کن. در دلت می آید من یه صدقه بدهم، در دلت می آید که من در جهاد شرکت کنم، هر کار خیری در دلت می خواد که امشب دل این یتیم ها را خوش بکنم، فوراً انجام بده. یا در دلت عکس این می آید، کار نامناسبی مشغول هستی، در دلت میاد که دیگه توبه بکنم، ازش دست بکشم، همین الان این کار را بکن، دیر نکن. برای بسیاری از ماها هستن که گاهی مشغول منکرات هستیم، در دل میآید که دست از منکر بکشیم. لذا میگه خب باشه،
هفته آینده منتظر میمونن رمضان که شد توبه میکنن. معلوم نیست که تا رمضان زنده بمانی یا نمانی، معلوم هم نیست که تا اون رمضان یا تا فردا یا تا شب بعد این داعیه و این انگیزه خوب بماند یا نماند. علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه میفرماید وقتی که چنین داعیه و انگیزه در دل انسان میآید، این مهمانی هست از طرف خدا بهت داده این مهمانی را، لذا فوراً ازش پذیرایی کن. او که میگه گناه را ترک کن، فوراً ترک کن. او که میگه این عمل خیر را انجام بده، فوراً انجام بده، چون که شاید این انگیزه بعداً نماند، محروم میشی. اون که شعری که خواندم ترجمه همین آیه هست. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر در هرچه باشی زود باش. لذا الله می فرماید واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید الله حائل است بین انسان و قلبش، و انه الیه تحشرون، و بدانید که به سوی الله فقط شما حشر می شوید. لذا ای مسلمان برخیز برای جهاد، چون که اگر عواقب ترک جهاد بیاید یا عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر بیاید، اون وقت برای یک قشر نیست، برای همه هست. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین، بترسید از اون امتحانی، از اون فتنه‌ای که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، نمی رسد به آنهایی که ظلم کردن از شما، فقط به اونها نمی رسد. وقتی که اون مصیبت بیاید واعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید همانا الله عزوجل شدید العقاب هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که یک قومی نافرمانی خدا را می کند و گروه دیگری در کنار اونهاست، اونها را باز نمی دارد، عذاب خدا برای همه میاد. حضرت زینب که از امهات مؤمنین است گفت یا رسول الله اگر در میان ما تعدادی صالحین باشند، تعداد نیکان باشند، خوبان باشند، اونایی که خدا را عبادت میکنن، گناه نمیکنن، باز هم عذاب میآید؟ فرمود که بله، وقتی که اونها باز ندارند باز هم عذاب میآید، اونها هم گرفتار میشوند، تر و خشک میسوزه. حالا در دنیا همین طوره، اما در آخرت بعد بر اساس اعمال خدا فیصله میکنه. اون که خوب عمل کرده به بهشت میره، اون که بد عمل کرده به جهنم میره. ولی در دنیا به دلیل اینکه کوتاهی کرده، ضعف از خود نشان داده، بالاخره نتیجه را میبیند. الله میفرماید واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این عذاب که بیاید فقط برای ظالمان نمیآید، برای ظالم و غیر ظالم که او را باز نداشته، دستش را نگرفته. و بدانی خدا شدید العقاب.